اینجا پدرم 100 افغانی برای من داد که برم نان و آب بگیرم. ما خود ما آب نداریم. از اون طرف هم ایران میگه چرا برای ما آب نمیده. چه ربطی داره؟ بریم ببینیم که آب ما خرید است یا نه. ما آب به شرط میدیم که بریم برابط ببین. بیا برقم شکر خدا نداریم. برای ما چی میتون جای آب گرفتیم. بریم پایان پشت آب و نان خوش به این بهانه چی را میبینیم نان و ایران بالاخره اینجا رسیدیم و بریم که منتظری آب باشیم. بچه بریم اول یک نان بگیریم. اونجا نان بایی هست. نان بایی نان 20 روپیه داشت لالا؟ نان 20 روپیه دو تا. یم نانی گرم. شد اینم پولی که پاس گرفتم. نانی گرم. اینم نانی ما 20 روپیه میمونم در بگیسته بچه. هر نوع نان پیدا میشه. این نان به افغانی 20 به تومن میشه، تقریبا 30 تومن میشه. بشکای او که آب ما هم رسید. نه ما رسید. ویدیو تو میگیرم که افغانستان او نداره چرا در ایران او میتن. ایران تیل ارزان است، در افغانستان او قیمت است. باز میگن که مثلا برعکس چی شد تو مثلا چند شد جگر؟ 20 روپیه با افغانی شد 20 افغانی 10 روپیه. در تومن میشه 30 تومن. این هم خوردن، این فقط خوردن است. قوی ما شور است که اصلا خورده نمیشه. خسته شدم دیگه. خانه منزل 304 است. یا هم ویدیو امروزی ما یه شد چای صبح ما. هنوز مرا تخم مرغ ویدیو نگرفتم چون داشتیم دیگه. بچه هر روز ویدیو میگیریم میندازیم. بلاکای افغانستان است یا خود کثیف است. او نمیگیره بوشیم بقران او ده خرید مگر میشه. مردم امام نمیتون ده شرایط. حمایت یادتان نره. تشکر.